Hi everyone, how are you doing? I hope you're doing great and welcome back to another English class with Step by Step Learning English. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز. به کانال Step by Step Learning English خوش آمدید. با یه ویدیوی آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. توی این ویدیو آموزشی میخوایم با جملات شرطی نوع دوم آشنا بشیم. من یک ویدیو آموزشی در ارتباط با جملات شرطی نوع 0 و نوع 1 در کانال گذاشتم. کسانی که موفق نشدن این ویدیو رو ببینن، من لینکش رو بالای صفحه براتون میذارم. We use the second conditional to talk about things that are unlikely in the future. Unlikely here means impossible or something in present is impossible. همونطور که خدمتتون توضیح دادم، جملات شرطی نوع دوم جملاتی هستن که شرایطشون واقعی نیست. نتیجهش هم غیر واقعیه. یعنی موقعیت غیر واقعی یا فرضی رو داره برای ما میگه. این جملات مبتنی بر واقعیت نیستن. مثلا میگیم که اگر تو درس میخوندی قبول میشدی. پس درس نخوندی، قبولم نشدی. یعنی یک شرایط unlikely situation هست، یک شرایط خیالیه یا غیر ممکن. از دو قسمت هم تشکیل میشه، مثل جملات شرطی قبلی که یاد گرفتیم. یه قسمتش if clause، یه قسمتش main clause. قسمتی که if clause هست، همونطور که در اسلاید مشاهده میکنید، بعد از if جمله به صورت past simple میاد و قسمت دوم جمله با would به همراه فعل ساده میاد. ما یاد گرفتیم would رو یک جا برای درخواست‌های مؤدبانمونه، جای دیگه‌ای که استفاده می‌کنیم تو جملات شرطی نوع دوممونه. حالا اگر بین جملتون اولش با if شروع میشه، باید ما بینش کاما داشته باشین که اینو قبلا هم خدمتتون گفتم. اگر نه، جملتون رو با if شروع نمی کنید، اول main clause رو میارین، پس نیازی به کاما ندارید. مهمترین نکته‌ای که تو جملات شرطی نوع دوم تو second conditional هست اینه که ما گفتیم یک قسمت از جمله رو به صورت simple past استفاده میکنیم. ببینید خیلیا اینو میان مقایسه میکنن، میگن ما چون داریم به صورت simple past استفاده میکنیم پس باید به صورت گذشته هم بگیم. نه، جمله درسته به صورت گذشته ساده است، اما منظورش تون اتفاق اینه که برای حال یا آینده بیفته. مثلا من میگم اگه پول کافی داشتم خونه میخریدم. If I had enough money I would buy that house. درسته؟ منظورم این نیستش که تو گذشته اگه پولو داشتم خونه میخریدم. نه، منظورش الانه. میگه اگه الان پول داشتم این خونه رو میخریدم، حالا یا یه هفته دیگه یا یه ماه دیگه یا یه سال دیگه. پس شما نگین چون جمله به صورت گذشته است پس داره منظورش به گذشته است. نه. از این اسلاید به بعد من مثال‌های مختلفی براتون آوردم که براتون کاملا جا بیفته. مثلا ببینیم If you had a lot of money you would buy an expensive car. اگه پول زیادی داشتی ماشین گرون قیمتی میگرفتی. نکته اول، جمله با if شروع شده پس کاما نیاز داریم. نکته دوم، گذشته have had میشه پس میگیم you had. و نکته سوم اینه که میگه اگه پول زیادی داشتی پس پول زیادی نداری، ماشین گرون قیمت رو هم نخواهی خرید. یعنی یک شرایطیه که غیر ممکنه، خیالیه. مثال بعد If you were rich you would travel all around the world. اگه ثروتمند بودی به کل دنیا سفر میکردی. جمله در اصل این بوده you are بوده، حالا are گذشتش میشه were. You were rich. اگه ثروتمند بودی به کل دنیا سفر میکردی. بازم با if شروع شده پس نیاز به کاما داری. میتونی بگی you would travel all around the world if you were rich که دیگه نیازی به کاما نداری. پس داره یه شرایطی رو میگه که واقعی نیست، نتیجهش هم غیر واقعیه. همونطور که در مثال‌های قبل ما دیدیم که you رو که آوردیم subject، اگه می‌خواستیم بگیم you are بعد میگفتیم you were. گذشته are میشه were و گذشته is هم is و am هم میشه was. درسته؟ اما بچه‌ها توی جملات شرطی نوع دوم یک استثناء وجود داره. تمامی subject ها یعنی I, you, he, she, we, they همه با were میاد. یعنی اگه شما میخوای بگی من بودم میگی I were، نمیگی I was. مثلا میخوای بگی he was نمیگی، میگی he were. she was میگی she were. توی محاوره‌ای این مطلب هست، یعنی رعایت میشه، گفته میشه he was
if he was, if she was, if I was. اما بیشتر توی مبحث رایتینگ و توی نوشتاری تمامی سابجکت ها با ور میان. این یک استثناست. پس یه بار دیگه میگم در جملات شرطی نوع دوم تمامی ضمائر که میخواد با فعل بودن بیاد یعنی was و were بیاد همه با ور میاد. مثال بعدی If I weren't tired I would help you. اگه خسته نبودم کمکت میکردم. قسمت if clause به صورت منفی اومده. باید میگم I wasn't ولی گفتیم تو جملات شرطی نوع دوم سابجکتامون با ور میاد مخصوصا اگر بخوایم معنی بودن رو بگیم. باید میگفتیم I wasn't tired ولی میگیم I weren't tired. I would help you. داره یه شرایطی رو میگه که واقعی نیست نتیجهش هم غیر واقعیه. چون خسته هستش نمیتونه کمک کنه. میگه اگه خسته نبودم کمکت میکردم. مثال بعدی رو ببینیم If I live near my workplace I would walk to work. اگر نزدیک محل کارم زندگی می‌کردم پیاده سر کار می‌رفتم. ساختار جمله به صورت جمله شرطی نوع دومه. درسته؟ متوجه میشیم که پس اون طرف که داره این جمله رو میگه اصلا نزدیک محل کارش زندگی نمی‌کنه. درسته؟ چون نزدیک محل کارش زندگی نمی‌کنه پیاده هم نمیتونه سر کار بره. یک شرایط غیر واقعی و یک شرایط غیر ممکن برای آینده هستش. مثال بعدی If you participated in the election, people would choose you. اگر در انتخابات شرکت می‌کردی مردم شما رو انتخاب می‌کردن. فعل participate یعنی شرکت کردن. وقتی که میخواد به صورت simple past بیاد ایدی میگیره. election یعنی انتخابات. و چون جمله‌مون با if clause شروع شده ما بین دوتا جمله یعنی if clause و main clause کاما گذاشته میشه. پس چون طرف شرکت نکرده میگه if you participated اگه شرکت میکردی people مردم شما رو انتخاب میکردن. خب شرکت نکرده در انتخابات و مردم هم اون رو انتخاب نمیکنن. یه مثال دیگه میگه if she weren't ill she would go to the school. اگه مریض نبود به مدرسه میرفت. بعد میگفت if she wasn't دیگه ولی با were اومده. دقت کنید. و ایل به معنی مریض هستش. خب چون مریض هست بیمار هست نمیتونه به مدرسه بده. داره یه شرایطی رو میگه که واقعی نیست و نتیجهش هم غیر واقعیه. شما میتونید توی جملات شرطی نوع دوم به جای کلمه would از could و از might استفاده کنید. could گذشته کلمه can هست به معنی توانستن و might گذشته کلمه may هست به معنی ممکن بودن. ممکن بودنی که خیلی احتمالش ضعیفه که انجام بشه. مثال رو ببینیم که براتون جا بیفته. If we had time اگر وقت داشتیم قسمت if clause به صورت simple past اومده و چون با if شروع شده یک کاما میذاریم we might go there. ممکن بود به اونجا بریم. یعنی ممکنی که خیلی احتمالش ضعیفه. یا اگه بخوایم از could استفاده کنیم میگه if she weren't rich اگر اون ثروتمند نبود کاما she couldn't buy this house اون نمیتونست این خونه رو بخره. میتونی با he هم بگی if he weren't rich he couldn't buy this house نمیتونست این خونه رو بخره. میدونیم بعد can و could و may و might و would و اینا همه فعل به صورت ساده میان. بچه‌ها من توضیحی که الان خدمتتون دادم بابت could و might خواستم بهتون بگم که اگر جایی دیدین بدونید و براتون آشنا باشه. اما بیشتر موارد جملات شرطی نوع دوم از would استفاده میشه و could. might هم هست ولی بیشتر از would و could استفاده میشه. امیدوار هستم تا اینجای ویدیو براتون مفید و پرکاربرد باشه. پس لطفاً زدن دکمه لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. مورد بعدی که ما از جملات شرطی نوع دوم استفاده می‌کنیم برای سوال پرسیدنه. حالا چه مدل سوال پرسیدنی؟ سوالاتی که مسائل فرضی باشه. چون گفتیم جملات شرطی نوع دوم شرایطی هستن که واقعی نیست، نتیجهش هم غیر واقعیه. یه مثال براتون میزنم. میگه که اگر پولی ببری چی کار میکنی؟ مثلا به دوستت میگی خب اون پول رو دوستت نبرده، یک مسئله خیالی فرضیه. به چه صورتی میگی؟ وقتی میخوای اینو عنوان کنی قسمتی که if داره رو به صورت simple past میگی و قسمت دوم رو
حالا اگر would استفاده میکنی با would، اگر might استفاده میکنی might، اگر could استفاده میکنی could، اون رو با WH question به تبدیل به سوال میکنی. If you had enough money, what would you buy؟ اگر پول کافی داشتی چی میخریدی؟ قسمت if رو به صورت گذشته گفتم. گذشته have میشه had. If you had enough money, what would you buy؟ چه چیزی میخریدی؟ حالا مثلا شما تو شرایطی که میخوای جواب بدی میگی چی؟ If I had enough money, I would buy a big house. مثلا. دوستان و همراهان عزیز، این هم از ویدیوی آموزشی گرامر جملات شرطی نوع دوم. امیدوار هستم چنانچه اگر مشکلی در ارتباط با این گرامر داشتید با دیدن این ویدیو به طور کامل برطرف شده باشه و از این به بعد بتونید به راحتی در مکالمات خودتون استفاده کنید و دیگه هیچ مشکلی نداشته باشید. اگر موردی سوالی یا اشکالی هم بود، من در کامنت ها در خدمت شما عزیزان هستم. I hope you enjoyed this lesson. See you in next lesson. Bye.